خب اسدالله سراجوف 3000 سامانیه که به نام شکر محمد میر محمدوف گذاشته میتواند این مبلغ رو برگردانیده به شما تیم یا در رفت سبقت شکر محمد بله در رفت سبقت شکر محمد مکافات با نام شکر محمد زم میکنیم. تشکر شد. سلامت باشید. و سالم های برادر شکر محمد همون خیلی باقی میمونه. تشکر زیاد. با توجه مهمانان ارجمند میرسانیم که اگر منطقه های سیاحی و جای تماشای خاورینگ را دیدن خواهید یا خوراک هم در جایها مرکزهای اساسی آمادن، مهمانان عالی قدر میتوانید که رفتن نهاری کنید و خوراک نصف روزی هم آماده است و با مرکزهای تاریخی و فرهنگی ناحیه خاورینگ توجه کنید و همچون منطقه سیاحی در ولایت ختلان ناحیه هم شهرتیار است و همه مهمانان و نفرانی که به این سمت توجه دارند میتوانند که باز هم از این سفر تأثیراتی بیشتر هم داشته باشند. مرزوزاده مکافات شریف جمعه خان را معین کردیم. پیشتر هر دینا رخصت بودم. کمی برتر بسیدم و مسافر ما بینم گرد نمیسد که اینا را پیشتر بود مکافات شد. چی بود خاطر ندارم. او امک نویسگی بود. نه نو میگیرم. خیلی هم جالب. تشکر. پهلوان دیگری که معرفی کردیم از همین منطقه کلانکه را آزادتر کنیده مردم
1000 سواری اول بود. همون نقطه نهایی رقابت پهلوانان در گیلم آخر باشد. به مردم شما چکار میکنید در اینجا؟ ما را که کارمندای محترم حفظ حقوق طرفی کلانکه را دورتر کنید. مردم که محمد خورسند برادران یگان کسی همینجا رحمت یعنی التماس این کاری راه آزاد کنید و کلانکات نمیشنوند. جنگ تهدید سری امروخان کلانکات کلان گفته دمی راه را گرفتن. این طرف آزادتر مانه مردم شنوند. تشکر. با فردوس نسیموف هست طلب کن. ابو شحنه سوزای خوب رحمان علی پرتوک شریف نظری حلال در میدان حس بعدی ناکامی ابوبکر فردوس نسیمی او میخواهد با پهلوانی ولایت مختار کوهستان بدخشان هنرنمایی کند. هستیم فردوس پهلوان بدخشان رشید. یک اشتر در رقابت فردوس رشدنشینی رئیس فدراسیون سامبوی جمهوری تاجیکستان سعیدوف هلالی 4000 رو در مبلغ $400 آمریکایی برای تحفه پهلوانان میدان امروزه تقدیم کرده شد. رشید جان و پهلوان کلابشهر آماده شوید. و شکر محمد میر محمد و طلبکار هست. بله جان می شود هست و شکر محمد میر محمد Vamos de sana. ترتیب میدانداری پهلوانان در میدان با عادل و